روح القدس که ما را آزاد میکنه. این نامه را برای همه کسانی می نویسم که در درد و فشار هستند. روح القدس به ما آزادی می بخشد. این آزادی فقط در عیسی مسیح است. با همین عیسی میتونیم از گناه، زخم، اعتیاد، وابستگی جنسی، بیماری‌های روحی، خیانت و بقیه چیزها آزاد باشیم. من حدود 7 سال ارواح تاریک را میدیدم. در آن زمان یکی از اعضای خانوادم به بیماری درمان ناپذیری مبتلا شده بود. خیلی میترسیدم و وحشت داشتم. هر شب 2 روح تاریک به خانه ما می آمدند. اما پس از 7 سال خداوند مرا آزاد کرد. زیرا 2 حقیقت را فهمیدم و آنها را به عیسی اعتراف کردم. اول این که زندگی عزیزم در دستهای عیسی است. دوم این که هر کسی به عیسی ایمان بیاره نور خدا وارد دلش میشد و آن نور همیشه با او میمانه. فهمیدم که آن ارواح مرا فریب داده بودند. از آن موقع به بعد به آنها تواضع نکردم و آزاد شدم. کتاب مقدس می‌فرماید خداوند روح است و هر جا روح خداوند باشد آزادی نیز هست. دوم قرنتیان باب 3 آیه 17. عیسی نور است و روح آزادی بخش است. اگر عیسی را به عنوان نجات دهنده و پادشاه در قلب خود بپذیریم، بدن ما معبد او می شود و آزادی واقعی به ما عطا می شود. دعا می کنم که شما نیز عیسی را در قلب خود بپذیرید. آزاد شود و روز در بهشت با هم ملاقات کنیم. آمین.